قسمت چهارم رسیدیم دوستای عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. دوستای عزیز، میایم سر کتاب صحیح البخاری. اول ببینیم که وجه تسمیه و اسباب تعلیف صحیح البخاری چی هست. در قسمت وجه تسمیه صحیح البخاری، این از جمله آثار بسیار ارزشمند در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نام اصلی صحیح البخاری، یعنی این خود مؤلفش الجامع الصحیح المسند المختصر، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه. این نام صحیحش است، الجامع الصحيح، الجامع الصحيح المسند المختصر، الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم، من امور رسول الله صلی الله علیه و سلم و سننه و ایامه. این نام از کتاب است. خب این کتاب الجامع چی مانا؟ این گفتیم که الجامع الصحیح، الجامع به خاطر ازی که در اینجا احادیث صحیح، احکام، قضایا، اخبار محض، عقیده، آداب، یعنی نظامهای اسلام. در مورد نظام اعتقادی اسلام احادیث ذکر کرد، در عبادات، در مسائل اجتماعی، نظام اجتماعی اسلام، در نظام اخلاقی اسلام، احادیثی که مربوط به سیاست میشه، نظام سیاسی اسلام، احادیثی که مربوط به جهاد میشه، احادیثی که مربوط به دعوت میشه، احادیثی که کل ازی هست، کل از اینا احکام هست، اینا سیرت هست، کل از اینا در اینجا هست. از این خاطر این کتابش جامع هست بر تمام امو بخش های اسلام. اگر اعتقادات هست، اگر اخلاقیات هست، اگر معاملات هست، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات و معاملات، یعنی اصلا اسلام 4 بخش اساسی در کل دید صحیح بخاری است: اعتقادات، عقیده، توحید، اخلاقیات، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، اخلاق صحابه، خب بعد از او مثلا معاملات و عبادات. این 4 چیز، یعنی تقریبا 12 نظام اسلام است. کل از اینا در صحیح بخاری ذکر شده است. از این خاطر الجامع میگن. خب و چرا از صحیح کلمه صحیح؟ ببین هر کلمه از زیر امام صاحب بسیار دقت اختیار کرد. از صحیح خب جامع شد به خاطر جامع تمام نظام های اسلامی. از صحیح به خاطر ازی که احادیث صحیح را اختیار کرده، یعنی حدیثی که صحیح نبوده با تمام اقسامش اونها را در کتاب خود داخل نکرده، فقط کلش احادیث صحیح است و شرط گذاشته و قصد کرده که باید همین احادیث صحیح باشند. الجامع الصحیح. المسند به خاطر چی المسند میگفتن؟ به خاطر ازی که امام بخاری رحمت الله علیه امی احادیث ازی با چی ذکر میکنن؟ با اسناد متصل. مثلا سندش باید متصل باشه، از تابعی، تابعی، صحابی، بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایده چی میگن؟ یعنی سند از چی؟ حدیث قولی باشه یا فعلی باشه یا تخیلی. المختصر چرا ایده میگن؟ الجامع الصحیح المسند المختصر. این کلمه رو زیاد کرده مثلا در کتابش. میگم ایده به خاطر ازی گفته که همین کتابش مختصر هست، یعنی امام بخاری رحمت الله علیه نخواست یک کتاب طویل تالیف کنه، یعنی 100,000 حدیث صحیح حفظ داشت و 200,000 حدیث غیر صحیح حفظ داشت. اینالا از بین از 100,000 حدیث صحیحی که حفظ داره، امام بخاری رحمت الله علیه چند هزار حدیث در بین کتاب خود مگذاره. پس این چی است؟ یعنی خودش میگه که من مختصر کردم، یعنی حتی بسیاری از احادیث صحیح به خاطر که کتابم طویل نشه اونا را ترک کردم. یعنی مثلا یک متن است چندین سند داره، مثلا یک متن است، بعضی یک متن است شما ببینید که
یک حدیث است این چندین صحابی روایت کرده و چندین تابعی روایت کرده، چندین تابعی، یعنی ببین بسیار سندهای زیاد داره. لکن امام بخاری رحمت الله علیه به خاطر اختصار بسیاری از اونها رو ترک میکنه و فقط اما احادیث صحیح 100% و به شکل مختصر مثلا از اسناد بسیار از اونها یک سند قوی‌تر و خوبترش اختیار میکنه و در کتاب خود میگذاره. از این خاطر مختصر است. من امور رسول الله صلی الله علیه و یعنی از اموری که مربوط به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد، یعنی هر چیزی که مربوط به رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد، اگر عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، اگر عبادات رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اگر نظام اجتماعی و خانوادگی و فامیلی رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اگر نظام اقتصادی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق کرده، نظام مالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده، یعنی کل امور رسول الله صلی الله علیه و سلم، جهادهای رسول الله صلی الله علیه و سلم، غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم، درباره کل از اینا چی کردن؟ بحث کردن و احادیث و روایات ذکر کردن. خب و سننه، سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر فعلی بوده و قولی بوده و تقریری بوده اینا، و ایامه، ایام روزهایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرحله مکی و در مرحله مدنی و رسول الله صلی الله علیه و سلم نظامی که چی میکنه، روزگاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت و حیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، اینا رو کلش بسیاری از اینا رو با احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم پس این کتابشون وجه تسمیش امی بود. خب اسباب تألیف صحیح بخاری، چرا امام بخاری رحمت الله علیه این کتاب خودم تألیف کرد؟ این رو تقریبا اول سببش است که ضرورت به یک کتاب صحیح در احادیث. در اون وقت کتاب ها بود، مثلا امام مالک رحمت الله علیه کتابی را قبل از امام بخاری تألیف کرده به نام موطأ مالک. زیاد چیزا را که ما شما بخاریم از عصر صحابه که حتی صحابه نوشته کردن از اونا مانده و از دیگه علمایی که تا امام بخاری میرسه بسیار کتاب ها هست. یعنی اونطوری است که امام بخاری رحمت الله علیه نخستین کس است که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم جمع کرده باشه. نه، قبل از او بسیار علما از صحابه، از تابعین، از تبع تابعین بسیار زیاد است که وقتی انسان در علم حدیث میه و میخوره میبینه به صدها کتاب و تألیف شده هست. لکن امام بخاری رحمت الله علیه ویژگیش چی بود که دیگه علما مثلا اقوال رسول الله صلی الله علیه و اقوال صحابه و مسائل دیگه و احادیث صحیحه، بعضی احادیث ضعیف در کتابشان مثلا نقل میکردن. لکن امام بخاری رحمت الله علیه شرط های بسیار قوی را گذاشت که اما احادیثی که بیخیه متا 100% برش ثابت میشد که این حدیث صحیح است. اینا به مت یک کتاب ضرورت بود در اینا. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ این حدیث چی کرد؟ تألیف کرد. خب دوم توصیه استاد رسول الله صلی الله علیه و سلم، مثلا استادش اسحاق ابن راهوی رحمه الله، امام بخاری میگه در یکی از مجالس میگه پیش از او درس میخوادیم، میگه اسحاق ابن راهوی که استاد ماست میگه که لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی استاد، ببین استاد عالم، استاد با تقوا، استاد مربی چه قسم برای شاگردای خود اما ضرورت دینداری و ایمانداری و تألیف و کتاب و چیزی که است این برای اینا بیان میکنه. برای شاگردای خود میگه که شما شاگردا هستین و بسیار چی هستین، لو جمعتم، اگر شما در بینتان کسی پیدا شود که کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، این کتابایی که اینا تألیف کردن خیلی خوب است، وقتی ما میخوانیم پیدا میکنیم که این حدیثش ضعیف است، این حدیثش مثلا داخل شده است، پیشش رفته شده است. اگر شما بتونین یک کتاب مختصر جور بکنین که در او احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه که امت اسلام وقتی که کسی بخواد که 100% احادیث صحیح پیدا بکنه به از استفاده بکنه. امام بخاری رحمت الله علیه چی میگن؟ فوقع ذلك فی قلبی، این گپ از استاد در قلب من تاثیر کرد. فاخذت فی جمع الجامع الصحیح، میگم من به جمع کردن جامع صحیح چی کردم؟ شروع کردم. دیگه چی است؟ علت دیگه چی است؟ میگه امام بخاری رحمت الله علیه خواب میبینن.
علامه ابن حجر اسقلانی میگه عن محمد بن سلیمان بن فارس میگه سمعت البخاری یقول رأیت النبی صلی الله علیه و سلم. امام بخاری رحمت الله علیه میگه که من در خواب دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم و کأننی واقف بین یدی، مثل که من پیش روش شیشتیم. یعنی در خواب میبینم که رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. امام بخاری رحمت الله علیه میگه که در خواب میبینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستن و ما در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستیم و به یدی مروحه، در دست من میگه یک پکه هست. سابقا این پکه‌های دستی که تو می‌فهمن، مثلا کسی که بسیار محبت می‌داشت و دوستی می‌داشتی، باز در مقابلش می‌شیشتی پکیش می‌کردی. میگه ما عمود شیشتیم در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم و پکه میکنم اذوب به عنه، ما پکه میکنم از این مثلا حرارت دور میکنم یا مثلا پشه یا مگس اگه باشه، میگه همون پکه کردم میگه به رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی گرمی نکنه یا پشین چیری مبارکشان نشینه یا مگس. میگه در این حالت هستم. فسألت بعض المعبرین، میگه از بعض کسایی که خواب تعبیر میکردن من پرسان کردم که این تو یک خواب ما دیدیم. فقال لی، میگه برای من گفتن که چی است؟ انت تذب عنه الكذبه، تو امو دروغ ها را از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور میکنی. یعنی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنی که دیگه سخنای دروغی که بعضی دشمنای اسلام و بعضی اسلام دو مشکل داره، اسلام ما دو مشکل داریم، یا دشمنای بسیار زیرک خطرناک داریم که اونا میخواستن احادیث دروغی رو پیدا کردن گفتن در این داخل بکنیم، و بعضی دوستای جاهل در مو وقتی بعضی کسا بدن به خاطر از اینکه میفهمم باید خدمت بکنم دروغ میگفت، یک حدیث ساختگی جور میکنن. این حاله وقتی باش میگفت که اتکذب علی رسول الله صلی الله علیه و سلم، رسول الله دروغ میگه، باز میگفت لا اکذب له، ما دروغ به نفش میگم. این دو مردم به دین بسیار ضرر رساندن. این حال در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم بعضی از اقوال را که زنادقه و وقت بودن، بعضی کسایی که مثلا در فارس منافق بودن و زندیق میگفتن که ظاهرا میگفتن ما مسلمان هستم، باز میگفتن مثلا در باطن مسلمان نبود، میخواستن از داخل با جنگ فکری به اسلام ضرر برسانن. اینجا بعضی از احادیث دروغی رو پیدا میکردن، سخنهای دروغی رو به نسبت میدادن به رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگفتن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله متعال شخصیت‌های مثل امام بخاری رحمت الله علیه خلق کرد. این شخصیت‌ها چی کردن؟ اهمو دروغ‌های از اینا را کشیدن. حالا بسیار کتاب است و بعض از علمای دیگه آمده که مثلا درباره حدیث ساختگی کتاب است بر ما بیان میکنه که اینی ساختگی است بخی حدیث. مولا علی قاری یک کتاب داره که میخوانی که او که این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است، این دروغ است. بعضی از متعصبین بعضی حدیث ساختگی دروغی را جور کردن، بعضی مثلا انسان‌های مثلا نمی ساده لو یا بعضی از انسان این مشکلات این چیز. این امام بخاری رحمت الله علیه وقتی که خواب میبینه باز این کتاب خدا نوشته میکنه و تألیف میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.